در نخستین روز از هفته بسیج، نخستین دختر خلبان بسیجی پرواز کرد و وجهی دیگر از فعالیت‌های تربیتی آموزشی بسیج را به تصویر کشید. فاطمه فتحی نژاد 17 ساله با بالگرد بر فراز تهران به پرواز درآمد. پدر و مادر فاطمه را به خدا می سپارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بزرگ. اسم این پرنده‌ای که امروز من مسافر اون بودم و فاطمه فتحی خلبان اون جایروکوپتره. جایروکوپتر یک بالگرد فوق سبک عملیاتی مخصوص بسیج. خلبان و فردی که پشت سر خلبان مستقر میشه در حالت عملیات وظایف مهمی رو به عهده دارند، از جمله شناسایی و عکسبرداری از کمینگاه‌های دشمن، غافلگیری دشمن و حمله به مواضع دشمن در موارد اضطراری. تصور کنید در یک رزم نامتقارن دشمن یک دفعه با 100 فروند، 200 فروند، اصلاً با انبوهی از این بالگردهای عملیاتی روبرو بشه. واقعاً ترس و هیجان با هم دیگه قاطی پاتی شده بودیم بالا. ماشاءالله. در نخستین روز از هفته بسیج، نخستین دختر خلبان بسیجی پرواز کرد و وجهی دیگر از فعالیت‌های تربیتی آموزشی بسیج را به تصویر کشید. این لحظه زیبای یک آرزوست. پدر و مادر فاطمه را به خدا می سپارند. اوه خدا، جسد جگر زده ببین چی کارا داره میکنه. مهتاب رفتی بالا، 2 تا نارگیلم بنداز پایین قربونت برم. خدای بزرگ. چقدر بلند شدی که من نمیدونستم اینقدر میاد بالا. باره یکی بره پایین حالا. میگم واقعا ترس و هیجان با هم دیگه قاطی پاتی شده بودیم بالا. شانس آوردیم فقط ترس و هیجانتون قاطی پاتی شد. یه بار مقام عظما رو سوار کردم، دل و روده‌شون قاطی پاتی شد. ماشاءالله چه شجاعتی. ماشاءالله کیه؟ با من مهتابم. با احساس رو ببینم. خیلی خوشحالم. حالا چرا خیلی خوشحال؟ چون تونستم تو آسمان ولایت به عنوان یک کلاغ سیاه بال بزنم. و از درسم بگین الان محصل موفقی هستید؟ چجوری الان که خلبان موفقی بودید؟ والا من تا روباه و کلاغ بیشتر نخوندم، دیدم خیلی استعداد کلاغ شدن دارم. مقام عظما هم که اند روباه هاست. خلاصه پنیر ما رو قاپید و ما هم شدیم بسیجی. مهمترین پیام اولین دختر خانوم خلبان بسیجی. پیامم به دشمنای نظامه که یه وقت فکر نکنید این ذلیل مرد مقام عظما یتیم و بیکس و کاره ها. ما دختر خانمای خلبان بسیجی اگه از بالای بالگردامون نفری یه توف کنیم کل نظام سلطه غرق میشه به خدا. خاطره اولین پرواز. خاطره؟ والا تو همین فتنه‌های اخیر مقام عظما رو از تو بیت سوار کردیم ببریمش یه جای امن. تو راه هواپیماهای میگ همینجوری دور و برمون میچرخیدن. آقا گفت اینا چی هست؟ گفتم آقا اینا میگن
گفت خب یه خود آرومتر برو ببینیم چی میگن. بصیرت رو میبینید؟ مقام عظماست دیگه.